وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که در قتل زن و شوهر صاحبکار در ناحیه باباجان غفوروف یک گروه جنایی عبارت از ساکنان ناحیه کانیبادام، مسچا و واسه دست دارند. این گروه 6 نفری آخر ماه ینور پس از صادر کردن جنایت نوبتی از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی در ناحیه رودکی بازداشت می شوند. سیف الله عبدیف، جنیدالله مهبولایف، شرافالدین عبداللهیف، عبدالصمد اماموف، عبدالمنان ارگشف و رستم معروفزاده به جز کشتار زن و شوهر صاحبکار در ناحیه باباجان غفوروف در بیش از 10 حالت دزدی، غارتگری و راهزنی متهم می شوند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 فوریه بر رادیو آزادی گفت که بیش از 4 ماه برای بازداشت این گروه کار برده شد. این گروه پس از آن بازداشت شد که شب 25 به 26 ینور سال روان در دهه الچباف ناحیه رودکی وارد خانه امید ترسونوف شده دست به غارتگری میزنند. در پی حمله امید و برادرش محمود ترسونوف معیوب می شوند. مقامات میگویند پس از بازداشت معلوم شد که این گروه در ناحیه واسع رودکی، باباجان غفوروف، شاه منصور و فردوسی شهر دوشنبه نیز دست به جنایت زدند. قبلا مقامات گفته بودند که قاتلان زن و شوهر صاحبکار در دهه اونجی ناحیه باباجان غفوروف بازداشت شده است، ولی تفصیلات نداده بودند. مقصود جان محمد جانب و عبادت نعمت الله و مالکان دکانی متاع فروشی در بازار پنجشنبه خوجند شب 17 به 18 اکتبر سال گذشته در منزل زیستشان کشته شدند.